الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. خدا رحمت کنه خواجه حافظ میگفت وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی. بچم چند قدر توانایی داری وقت غنیمت بدان. وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی. حاصل از عمر ای جان یک دم است تا دانی. حیات شما همگی یک دمکه با قدرش برس میگه. قدر دانش کن. جناب جنونی در تاجیکستان ما و شما خوبه، اگرچه زاده قندهار افغانستان هم باشد، لیکن میگه که فرصت عمر عزیز است، عزیزش داری. هر نفس گوهری نایاب تو ارزان مفروش. نفسات هم بسیار قیمت های، ارزان نتینش، ارزان بیهوده نگذرانش. غنیمتش بشمار. برای همین برادران عزیز و گرامی، من پیشترم برای چی گفتم که نمی یک دمک ما حاضر غنیمت های برادر عزیز. ما تا فردا نامعلوم که در کدام قید حیات هستیم یا نه. الله میگه ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا. ای برادر یک دقیقه حق بسین. ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا. هیچ کدامتون نمیدونیم فردا حیاتین یا مرده. ما نمیدونیم فردا برادر عزیز در قید آدمای تندرستیم یا بیمار. ما نمیدونیم که فردا برادر عزیز در قطار آدمای مقیمیم یا مسافر. چی میگه؟ ما نمیدونیم فردا در همین آزادیم یا محروم آزادی. چی میدونیم؟ برای همین لحظه ای که هستیم ایره غنیمت میدونیم. من یک حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که با روایت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که حدیث اسنادش متفق علیه میگن، یعنی هم امام بخاری و هم جناب امام مسلم که کتابای معتبرترین ما و شما با شمار میروند در کتابشون آوردن. جناب عبدالله ابن مسعود میگه سألت نبی صلی الله علیه و سلم. برادر عزیز، عبدالله ابن مسعود میگه من از پیامبر سوال کردم. چی سوال کرده است برادر عزیز؟ گفته است ای العمل احب الی الله تبارک و تعالی. ای پیامبر نازنین، کدام عمل به سوی الله بزرگ و مهربان محبوب است؟ کدام عمل ما را الله دوست می‌داره؟ کدامش؟ کدام عملی ما را دوست می‌داره؟ میگه پیامبر سوال کردم. همین سوال دادنم یک خیلی آدم تلفنش میکشی که نمیفهمه، یک 20 بار روی هم زنگ میزنه. یعنی میکشیش میگوی خیلی آدم میفهمیدگی اندکک اندیشه میکنه. بعد بو میگه قریب میکنه که خیلی دیگه خسته میشه ایمون رقم. انا برادر عزیز بسیار یک سؤال زیبا داد. بسیار سؤال زیبا بود. کدام عمل ما را الله مهربان دوست می‌دارد؟ برادرای عزیز، اگه من چی گفتم پیش از عمل محبوبی را که الله دوست می‌دارد، اینا گفتنی هستم برای شما یکم برادرای عزیز که ما باید چگونه ای که عبدالله سوال دادو و خواهش عبدالله همین بود که
فهمه که کدام عمل ما را الله دوست می‌داره من اجرا کنم و یکی از محبوب‌های الله به شما برم. منم دوست می‌دارم برادران عزیز که از سر من سرکردگی تا حضوری در همین خانواده ما هم نگاه کنیم که پیامبر چی جواب گفت تا ما هم دلبستگی به همون عمل پیدا کنیم، ما هم دنبال همون عمل باشیم که ما هم الله دوست بداره. آخه الله که دوست داشت برادر عزیز تو میدانی که تو سعادت دنیا و آخرت یافتی. الله که دوست داشت تو دیگه ای چارچوبه آدمگری بیرون نمیبرای. تو را همه مردم دوست میداره. تو یک انسانی میشه که دیگه نه به کسی حسد میکنی نه به کسی بخل میورزی. یک آدمی که ای دست زبانت هیچ کس آزار نمییابه. الله محبوبهاش همین خیلی حفظ میکنه. پیامبر الصلاة علی وقتها، کسی نمازش در وقتش ادا کنه الله دوستش میداره. برادرها خوب اهمیتیم، کسی نمازش در وقتش ادا میکنه الله دوستش میداره. یعنی برادرای عزیز یکی از عملهایی که الله بنده را دوست بداره همین بود است که حفظ 5 وقت نماز. چگونه قرآن میگه حافظو علی الصلوات. الله گفت که همین عبادتی که نامش نمازه همین را حفظ کنی. 5 حالت 5 وقت را با الله در حال رابطه را پیوست کنی. همین لحظه هایی که شما به نماز راست میشین الله ترا دوست میداشته. محافظی ادا کننده نماز الله دوست میداشته. حضرت عایشه مادرمون هم گفتن که عایشه گفتن برای چی اینقدر نماز در قرآن زیاد یاد شده است؟ عایشه مادرمون هم اگه زنی پیامبر آخی یک محبوبه پیامبر جواب بهترین داد. گفت خداوند کدام عملی را که دوست بداره او را بسیار یاد میکنه. زیاد یاد کردن نماز در قرآن به سبب دوست داشتن الله همین عبادت است. دوست میداره. خدا رحمت کنه. همین خواجه حافظ برای همین بود که میگو هر آن کس که در این حلقه نیز زنده به عشق با او نمورده به فتوای من نماز کنید. اگر بینین یک نفری که از همین نعمت خدا خودش دور گرفته پایبند همین عبادت نمی شود، خواجه حافظ گفته است پیش از مردنش نماز جنازه شب خونه. پیش از مردنش نماز جنازه شب خونه. زیرا پیامبر نازنین می گفت اولو ما یحاسب به العبد من عملی یوم القیامه الصلاة. اولین سوالی که الحال جان من خدا گرفت خب من بگیم به دنیای غیر فناشونده دنیای ابد وقتی میرم اولین سوالی که بنده را میکرده است همین بوده است آیا نمازت ادا شد یا نه؟ برادرای عزیز این سخنی پیامبر مونه. من یگان سخنی به ادرس نمیگم و یگان حدیثتون نمیگم که بگن این حدیث علت داره یا مثلا ضعف داره یا فلان. نه، اولین سوالی که بنده را الله روز قیامت میکند از نمازش است. برای این 4 کتابی ما و شما میگو روز محشر که جانگداز بود اولین پرسش از نماز بود. بعد نصیحت میکنه پس مکن در نمازها تقصیر تا در آن روز باشد توفیر. بچم
در نمازها بی‌پروایی نکو تا که این نماز روز قیامت دست بگیره. خلاص برادران عزیز، یکم چیزی را که الله دوست می داشته این نماز بوده. دوم گفتم ثم ایون. عبدالله میگه پرسیدم بعد از آن چی؟ گفت بر الوالدین. کسی پدر و مادرش خدمت کنه. وقتی تو پدر و مادر خدمت میکنی ترا الله دوست میداره. ببینی؟ وقتی تو رضاگی پدر و مادر میابی الله دوستت میداره. زیرا برادر عزیز رضاگی پدر و مادر رضاگی الله هست. غضب پدر و مادر غضب الله هست. شاعران میگن طاعت حق را به جان فرمان کنی. طاعت حق را به جان فرمان کنی. بعد از آن بر والدین احسان کنی. والدین از هر کسی خوشنود نیست. بین اگر از کسی که والدین خوشنود نباشد آن نفرم در پیشگاه الله مهربان قابل مقبول نیست. وقتی نزد پدر و مادر دارم که این آدم قبولیت نداشته باشه نزد الله هم قبولیت نداره. برای همین دویم چیزی را که الله دوست می‌دارد این چی است برادران؟ خدمت در حق پدر و مادر. حتی ما حدیث ها داریم میگه بر الوالدین افضل من الصلاة و الصوم و الحج و جهاد فی سبیل الله. در ثواب میگه در ثواب خدمت پدر و مادر در ثواب بالاتر است از نماز، بالاتر است از روزه، بالاتر است از حج، بالاتر است از جهاد در راه خدا. خواهی که خدای از تو خوشنود شود، سرمایه عمری تو همه سود شود. در بند رضای پدر و مادر باش تا جمله گناهت همه نابود شود. خدا کنه برادران عزیز و گرامی که ما را الله توفیق دهد که دوستدار این عمل ها باشیم. خدا توفیق منتهد که از عبادتش هیچ وقت دور نباشیم. همیشه اطاعت او را کنیم، فرمان برداری کنیم. خدا توفیق منتهد که اگر حاضر حیات باشه پدر و مادرمون یک کف دعاشون بگیریم.